درود. به نخستین بخش از ویدئوهای ما درباره کشور فنلاند خوش آمدید. سرزمینی که شاید تاکنون تنها نام آن را شنیده اید و احتمالاً نسبت به سایر کشورهای پیشرفته شناخت کمتری از آن دارید. فنلاند کشوری است در شمال قاره سرسبز اروپا که اصطلاحاً جزو کشورهای نوردیک محسوب می شود. معمولاً اسکاندیناوی نیز به صورت توامان و هم معنی با نوردیک به کار برده می شود. ولی کشورهای نوردیک متفاوت از کشورهای اسکاندیناوی هستند، چرا که کشورهای نوردیک شامل کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و همچنین قلمروهای خودمختار گرینلند، سوالبار و فاروه می شود، در حالی که اسکاندیناوی تنها در برگیرنده سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک می باشد. پس برخلاف تصور بسیاری، فنلاند یک کشور اسکاندیناوی نمی باشد. کشورهای نوردیک دارای آداب و رسوم مشترک بسیاری می باشند. فنلاند از شمال با نروژ، از شرق با روسیه، از غرب با سوئد و از جنوب با خلیج فنلاند و دریای بالتیک هم مرز می باشد. جمعیت کشور فنلاند حدود 5.5 میلیون نفر و پایتخت آن شهر زیبای هلسینکی می باشد. از مهمترین شهرهای فنلاند می توان به تورکو، تامپره و اسپو اشاره کرد. از کل جمعیت فنلاند حدود 1 میلیون نفر در منطقه کلان شهری هلسینکی ساکن هستند. مساحت کشور فنلاند 338,455 کیلومتر مربع می باشد که از نظر وسعت 8مین کشور قاره اروپا و 65مین در جهان می باشد. فنلاند از نظر جمعیت کم تراکمترین کشور اتحادیه اروپا و نسبت به بسیاری از کشورهای پرجمعیت تر وسعت بیشتری دارد که این یعنی فضای بیشتر، آرامش بیشتر و البته طبیعتی پهناور و گسترده تر. از آنجایی که فنلاند جزو اتحادیه اروپا می باشد، واحد پول این کشور یورو است. زبان رسمی فنلاندی و سوئدی می باشد، اما حدود 90% مردم به فنلاندی سخن می گویند و سوئدی تنها در چند منطقه ساحلی در غرب و جنوب و مناطق خودگردان جزایر این کشور کاربرد دارد. فنلاندی ها به کشور خودشان سومی می گویند و نام فنلاند که در زبان فارسی و دیگر زبانها برای نامیدن این سرزمین استفاده می شود، از زبان فرانسوی به آریت گرفته شده است. دین 68% مردمان فنلاند مسیحیت لوتری می باشد. فنلاند از سده 12 تا آغاز سده 19 میلادی جزئی از سوئد بوده است و پس از آن در دوره‌ای تبدیل به یک دوک نشین خودگردان در امپراتوری بزرگ روسیه شد و این وضعیت تا انقلاب روسیه در سال 1917 ادامه یافت. پیشینیان مردم کنونی فنلاند یعنی فینها در اواخر قرن نخست و اوایل قرن دوم میلادی مهاجرت خود را از سواحل جنوبی خلیج فنلاند به سوی سرزمین اصلی آغاز کردند. تا آن زمان فنلاند تقریباً غیر مسکونی بود و فقط قوم لاپ در این سرزمین پراکنده بودند. پس از ورود فینها، لاپ‌ها به سوی شمال، جایی که امروزه لاپلند یا لپلند نامیده می شود، کوچیدند. لپلند که در نزدیکی قطب شمال واقع شده، سرزمینی است که در تابستانها خورشید به مدت بیش از 60 شبانه روز در آنجا غروب نمی کند. به همین دلیل یکی از نام‌های کشور فنلاند سرزمین خورشید نیمه شب نیز می باشد. همچنین در افسانه‌ها لپلند را خاستگاه بابا نوئل نیز می‌دانند و سرزمین گوزن شمالی، جایی که در آن می‌توانید گله‌ها و مزارع فراوان پرورش گوزن شمالی و سورتمه‌هایی که با این گوزن‌ها کشیده می‌شوند را ببینید. مطابق افسانه‌ها همین گوزن‌ها هستند که سورتمه بابا نوئل و هدایای همراهش را می‌کشند. فنلاند سرزمینی است با بیش از 180,000 دریاچه. آری،
درست شنیدید، 180,000 که این دریاچه ها 10% مساحت این کشور را پوشش می دهند. بزرگترین دریاچه فنلاند سایمای بزرگ نام دارد. فنلاند را از این روی کشور 1000 دریاچه نیز خواندند. در حدود 80% مساحت کشور فنلاند پوشیده از جنگل‌های تندرا و تایگا با درختان کاج میباشد و از این حیث یکی از برترین کشورهای جهان و از بزرگترین صادرکنندگان چوب فرآوری شده در دنیا میباشد. اگر عاشق طبیعت هستید، وجود جنگل‌های گسترده، دریاچه‌های بسیار و بیش از 20,000 جزیره در این کشور شما را شگفت زده خواهد کرد. زمستان‌های پربرف به همراه شفق قطبی و تابستان‌های کوتاه و بسیار درخشنده با شب‌های سفید و طبیعت خیره کننده فنلاند را به بهشت همانند کرده است. اما این همه زیبایی نیاز به حفاظت و مراقبت پیوسته دارد. حفاظت از محیط زیست در فنلاند برای دولت‌ها و مردم یک مسئله کاملاً جدی میباشد و جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل آینده همگان تلاش چشمگیری دارند. از این روی و به خاطر وجود جنگل‌های پهناور، دریاچه‌های بسیار و تمهیداتی که از سوی دولت‌ها اندیشیده شده است و توسط مردم به کار گرفته شده است، فنلاند از آب و هوایی پاک بهره میبرد و علاوه بر این برنامه ریزی شده است تا سال 2030 تمامی خودروها در کشور فنلاند با انرژی پاک حرکت کنند. مسئولان فنلاندی همچنین سعی دارند تا سال 2035 انتشار گاز کربن را به 0 برسانند که این دستاوردی فوق‌العاده برای این کشور محسوب می‌گردد. فنلاند سالیان متمادی است که در لیست شادترین کشورهای جهان دارای رتبه نخست یا دوم فهرست می باشد. به نظر شما دلیل این امر چه می تواند باشد؟ آری، کیفیت زندگی بالا، خدمات اجتماعی مطلوب، آموزش رایگان تا پایان مقطع دکترا، بیمه و تأمین اجتماعی کارآمد، خدمات بهداشتی سطح بالا و ممتاز تنها بخشی از دلایل شاد بودن و دور از استرس بودن فنلاندیان می باشد. تورم کشور فنلاند حدود 0.7% و نرخ جرم و جنایت در این کشور بسیار پایین می باشد و به طور کلی فنلاند دارای جامعه‌ای با امنیت اجتماعی ممتاز می باشد. مجموعه این امکانات سبب شده تا امید زندگی برای زنان فنلاندی به عدد قابل توجه 85 سال و برای مردان به عدد 82 سال برسد. فنلاند بهترین کشور برای مادر شدن می باشد. دولت فنلاند به همه خانواده ها که تازه فرزند به دنیا آورده اند بسته‌ای به عنوان جعبه مادر و فرزند هدیه می دهد که شامل تمامی اقلام لازم برای نوزاد و مادر می باشد. مادران به محض مادر شدن از خدمات ویژه درجه 1 دولت که شامل روانشناسان خبره در حین بارداری و پس از زایمان، انجام آزمایش‌های پزشکی کامل و سطح بالا قبل و بعد از زایمان، مراقبت‌های تغذیه‌ای و در یک کلام هر آنچه که نیاز است برخوردارند و تمامی اینها نیز کاملا رایگان میباشد. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که باعث خاص شدن فنلاند گردیده است، سیستم آموزشی این کشور است. در این نظام آموزشی دانش آموزان به هیچ وجه نگرانی و استرس ندارند. رقابت بی‌دلیل بین دانش آموزان وجود ندارد و یادگیری واقعی اتفاق می‌افتد. آموزش برای همه رایگان است و معلمی و آموزگاری از محترمترین و مهمترین مشاغل با درآمد بالا میباشد. سیستم آموزشی طوری طراحی شده که بچه‌ها هم یاد بگیرند و هم زندگی کنند. نظام آموزشی فنلاند به دوره‌های استاندارد و پلی‌تکنیک تقسیم می‌شود. مدارس استاندارد بیشتر به دوره‌های تئوری توجه دارند و در مدارس پلی‌تکنیک عمده توجه معطوف به دروس عملی و تمرینی میباشد. برای مثال دانش آموزانی که به تحصیل رشته‌های مهندسی میپردازند بیشتر به کسب مهارت و تجربه در لابراتوارها و کارگاه‌ها مشغولند تا امتحانات سنتی که مبتنی بر حفظیات میباشد. در این روش آموزشی تئوری بخش اندکی از آموزش را به خود اختصاص میدهد. دوره آموزشی عمومی در فنلاند یک دوره 9 ساله است که از سن 7 تا 16 سالگی می باشد
و پس از آن دانش آموزان انتخاب می کنند که یا به کالج بروند و یا جذب بازار کار شوند. دانش آموزان ساعت محدودی را در مدارس هستند و همچنین تکلیفی برای انجام دادن در خانه ندارند. ساعت حضور در مدارس 4 ساعت در روز و نهایتاً مجموعاً 20 ساعت در هفته می باشد. ساعت شروع کلاس ها از 9:30 یا 10 صبح تا 1:30 تا 2 بعد از ظهر می باشد. صورت اختصار برای شما بیان کردم گوشه‌ای کوچک از آشنایی با زندگی فنلاندیان و کشور فنلاند بود. امیدوارم در قسمت‌های بعدی بیشتر بتوانیم از کشور فنلاند، این کشور پیشرو و شاد در جهان امروز، برای شما بگوییم. اینجا ویبینو آکادمی و برای ویدیوهای بیشتر همراه ما باشید. شاد و پاینده و تندرست باشید. بدرود.